یعقوب پسر شما از روسیه از همون جای نزدیک مسکو سوریه رفته. راست وای برفتگی شما بگومی چهش برفتگی ما به خبر بودیم. همین باشگاهش به تلفن میکرد، باشگاهش اینجا بود. بسیار گم میزد، ما نمیدونستیم وای خدا میدونه به چیزی میگه اما روس میکرد نه که ما یک گرم هم نمیدونستیم که وای به سوریه میره، نمیدونستیم. باشگاهش یعنی با همسرش گم میزد، نمیدونستیم که وای ممکن میام نمیدونستیم. ما باید گفتگی نه مسکو تاجیکستان میرم گفته من بلیط دارم. وقتی که بابا که اما خیشه خودم نمیشه با وقتی که بابا که ها این طوری این روسیه تاجیکستان میرفت است گفته سینان این بلیط استانبول بگیت است ترکیه با این کی بود تخمینا؟ این تخمینا چه شد من اپریل ماه اپریل بود 2014 بود. همون پسرم یعقوب جان تلفن کرد، همین نمیدونم شب بود می تلفن کرد دو کنید ما سفر ببرامدی ترکیه با سفر کرد. وقتی که سمالوت به 6 تا سمالوت های کرگینده تلفن کرد گفت که پدر جان مادر جان من همونجا به سفر کردم دعا کنتم. یعنی که ما گیره بدارمدی این کلینگیس کلیم اینجا بدیم کلینگیس اویش کیش من گیستم وای پسرم ایخیل نکن نرا اونجا اجازه داد که پرزیدنت من کرده که دیگه دولت ما نره بیتان ممکن نه. این شما که یاسین خانکو به هر حال میدونید که سوریه یک کشور ناآرام بعد مثلا بله جنگ در اینجا دوام داره، شما نپرسیدید نگفتید که به چی مشغولند چرا رفتند به پسرتون؟ پسرم گفت که ما برای اکو چیزی بشه یعنی که یک ثواب برای یک کودکای خلاص کنیم. همونجا مسلمان ها بسیار مرتاز برای همه خلاص کردن ما تیار شدیم. از این دهه چرکشلاق منم آگاه شدم که تخمینا 20 نفر بودند، حتی بعضی کسا در همراه اویلاشون چطور از روسیه از مسکو به ترکیه و از اونجا به سوریه رفتند. شاید یک کس باید که راهنمایی کند دعوت کند. آدم که خودش برآمده رفتن کجا میروند؟ نگفتن نه اینو گفتم هیچ یگان توای نشد که یگان مثال ما فلان چی گفت یا یعنی مننده فلان کس این خیلی چی بتگنه. فقط وقتی که این کلیدی من میره همسرتون یا همسری با پسرم وقتی که بعد سه ماه چهارم بعد میره وای کجا میرم؟ کودکم گرفته بیا کودکویا این یعنی که همسری همون پسرتون گلندون همسر یعقوب جان از دوشنبه رفته بود به استانبول وای گرفته اومدم پسرم چی خیلی که نباشد من همونجا مرده من پرتفته من گرفته میبیام خانه بیو من زندگی پیش میبرم ولی من جوان کفش طوری دید. کی رفته بودن یا کی رفته بودن یا 3 ماه شد این رفت ماه ایون یعنی رفتن که از من خودم بردم خطی از دوشنبه به استانبول رفت. من زاری کردم که دخترم کاری کرده التماس همین که این بچه ها پرتفته برفتیم من با التماس 300 هر دید بیو گفته زوری کردم این رفت شدگی کار میگو منشم این رفتگی و پسرم زلیبت کرده راهی خودش به درورگی راهی خودش به در ریشای گرفتگی تیار شدگی یعنی از سوریه به ترکیه اومده از سوریه وای اوده انا کریندم همون جنجال کتی ترکیه به گیتان دیگه اوده اکو اکو ترکیه همده حرکتی مسکو یا دوشنبه با همده اوده اکو انا یک هفته شد تلفن کرد که دادم و استانبول بیو اتوبوس پر شود آدم کمی میکرد اتوبوس پر شد ما گذشته میریم رسیه بود چون فرزندامو میگیرونیم. در مثال همین تقدیری فرزند خودتون که ببینید گفتید چقدر شما رو خواطر کرد این جوانایی که مثلا به سوریه رفتند خوب نمیدونم بعضیشون برای جنگ شاید درباره همین بچه‌ها 100% خطا او اینو ببینید او این اونجا سوری به جنگ برساد مسلمان با مسلمان یک کمش دویمش اونجا به هیچ چی شهید پیدا نمیشه
یا که نیتی همین شهید شوی به رفتگی و اونجا شهید چه شهید میشه؟ شما مسلمان هم یک شما شهید میشین اونجا فقط مذهباشون دیگه همش مومن هم نمتم این تین جنگ نفت پسرمتم این خیلی نکن تو این کارت حتا 100% تلفن هر بار تلفن شود من زاری میکنم که پسرم بیتون این کاری خطاب جوانو همش به این عقلی باید میدو زدم آدمای دشمنا همه اخلاقشون دوزیده همین ترکیه و سوریه و دیگه مثال عراق و دیگه جا با وصل میکنن